یکی از خوانندگان پایگاه خبری بامداد از وادی وحش خبر داد که کارخانه‌های پخته نرخ خرید یک کیلو پخته را از 7 سومونی و 50 درم تا 10 سومونی و 50 درم بالا بردند. کارخانه‌هایی که حجت قبول پخته میدهند پخته را یک کمی ارزانتر 10 سومونی و 30 درم میگرفتند. همین طور سر از چینک سیوم خواجگی ها و دهقانان به پختچین ها برای هر یک کیلوی پخته چیدهشان از 70 تا 80 درم میدهند. خواجگی های خردتر 70 درم، خواجگی های کلان 80 درم. در دو چینک اول به گفته همصحبت های بامداد نرخ یک کیلو پخته از 50 تا 60 درم بود. او میگوید امسال حاصل پخته خیلی خوب است. همصحبت بامداد گفت در پی بالا رفتن نرخ پخته، نرخ روغن پخته و کنجوره هم که از این پنبه پخته استحصال می شود بالا رفته است. حالا در جوازهای روغنکشی وادی وحش نرخ یک لیتر روغن از 20 سومونی تا 28 سومونی افزایش یافته، یک کیلو کنجوره هم از 3 سومونی تا 4 سومونی و 50 درم بلند رفته است. اما میگوید این ساکن وادی وحش نرخ روغن پخته کارخانه ها به تغییر ایستاده است. 5 لیترش 102 سومونی و با ستیلچه همین مقدار روغن پخته را 115 سومونی میفروشند. روغن آفتابپرست از همه قیمت علیان است که 5 لیترش 135 سومونی است. دیگر روغن آفتابپرست از 103 سومونی نرخ دارند. به گفته همصحبت ما در وادی وحش اخیرا نرخ قوطی تخم تا 20 سومونی فرآمد. تخم‌های کلانترش 25 سومونی نرخ دارند. همین طور نرخ گاز و بنزین حدود 1 سومونی ارزان شد. حالا گاز 7 سومونی و 70 درم، بنزین باشد از 9 سومونی و 80 درم تا 10 سومونی و 20 درم است. ماه پیش نرخ گاز تا 9 سومونی و نرخ بنزین به 11 سومونی نزدیک شده بود. سبزی 4 سومونی، کارتوشک 3 از 5 سومونی بوده. پیاز که چند پیش 30 درم بود حالا تا 2 سومونی خسته است. ولی پمیدور که تا 6 سومونی خسته بود حالا 3 کیلوش 10 سومونی شده است. ولی بودرینگ 6 سومونی است، چون که سال گذشته 50 درم شده بود و امسال دهقانان بودرینگ نکوریدند. از این سبب میگوید همصحبت ما بودرینگ را در بازار نمیابی. تربوز 10 کیلویی که از خوجند میارند 30 سومونی و خربوزه 10 کیلویی از 35 تا 40 سومونی نرخ داشته است. خربوزه کلانتر تا 70 سومونی است. اخیراً از ازبکستان هم خربوزه های ارزانتر وارد کردند که از 25 سومونی سر می شود نرخش، ولی رنگ که مزه ندارد. میگوید همصحبت بامداد ارد از 250 سومونی سر می شد و ارد فطیر استحصال خوجند 260 سومونی بود، ولی در هفته جاری نرخ ارد یک باره تا 40 سومونی بالا رفت و به 290 سومونی رسید.